اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس یکم حروفات عرب. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر میفهمم ان شاء الله. این هم حروفات عرب است: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، همزه، یا. در اینجا نگاه کنین، این حرفا مقصد از چند حرف عبارت هستند. یعنی الف از 3 حرف، با از 2 حرف، تا از 2 حرف، ثا از 2 حرف، جیم از 3 حرف، ح از 2 حرف، خ از 2 حرف، دال از 3 حرف، ذال از 3 حرف، را از 2 حرف، زا از 2 حرف، سین از 3 حرف، شین از 3 حرف، صاد از 3 حرف، ضاد از 3 حرف، طا از 2 حرف، ظا از 2 حرف، عین از 3 حرف، غین از 3 حرف، فا از 2 حرف، قاف از 3 حرف، کاف از 3 حرف، لام از 3 حرف، میم از 3 حرف، نون از 3 حرف، واو از 3 حرف، ها از 2 حرف، همزه از 4 حرف، یا از 2 حرف. خب، و در قرآن کریم وقت بعضی حالات است که مقصد دو حرفی را که یکجا میکنن با شکل یک حرف دیگر مبدل میشود. من الان از قرآن کریم مقصد برای شما نشان میدم که آن حرفا کدام هستند که وقتی که دو حرف رو یکجا میکنن و مبدل به کدام حرف میشود. در اینجا نگاه کنین، این یعنی حرف ها و حرف تا رو که یکجا کنن ان همین شکل حرف میشود. ان همین حرف ها رو با حرف تا چی میشود؟ نگاه کنین، این حرف رو بعد چی میگویند؟ این حرف رو یعنی وقتی که ها رو با تا یکجا میکنن این را تای مربوطه مینامند. و این حرف لام را با الف وقتی که یکجا میکنن چی میگویند؟ لام الف. لام الف. این لام و این الف. لام الف. خب، و در اینجا مقصد من برای شما نشان میدم که وقتی که این حرفا در اول، در بین و در آخر بیان چه مقصد گذاشته میشن. وقتی که حرف الف یگان حرف با الف که وصل شود اون وقت الف همین خیلی گذاشته میشود، چی در بین باشد چی در آخر به همین شکل الف گذاشته میشود. اما در اول، در مابین یا در آخر اگر وصل نباشد اون وقت به همین شکل. خب، این باز در اول، در مابین، در آخر. تا در اول، در مابین، در آخر. ثا در اول، در مابین، در آخر. جیم در اول، در مابین، در آخر. ح در اول، در مابین، در آخر. خ در اول، در مابین، در آخر. دال وقتی که وصل یگان حرف با دال مقصد وصل شود اون وقت دال با همین شکل گذاشته می شود. اما در بغیر از وصل اون وقت به همین شکل عادی گذاشته می شود. ذال هم همین خیل، را هم همین خیل، زا هم همین خیل، یعنی همین دنبک یعنی که وصل یگان حرف به همین حرفا. خب، سین در اول، در مابین، در آخر. شین در اول، در مابین، در آخر. صاد در اول، در مابین، در آخر. ضاد در اول، در مابین، در آخر. طا در اول، در مابین، در آخر. ظا در اول، در مابین، در آخر. عین در اول، عین در مابین، عین در آخر. غین در اول، غین در مابین، غین در آخر. فا در اول، فا در مابین، فا در آخر. قاف در اول، قاف در مابین، قاف در آخر. کاف در اول، کاف در مابین، کاف در آخر. لام در اول، لام در مابین، لام در آخر. میم در اول، میم در مابین، میم در آخر. نون در اول، نون در مابین، نون در آخر. ها در اول، ها در مابین، ها در آخر. اگر در اینجا وصل اگر نباشد ها پس به همین شکل گذاشته میشه. واو
وقتی که وصل باشد به این شکل، اگر وصل نباشد به همین شکل عادی، یا در اول یا در مابین یا در آخر. و در اینجا نگاه کنین، این را هم گذاشتن، این هم حرف یا است، فقط این را، یعنی حرف یا است فقط به دیگر شکل در اینجا گذاشته شده است. هر دویش یا، فقط این را به این شکل گذاشتن، این را به این شکل. خب و الان یک در این حالت نگاه کنیم، حرف ها وقتی که در بین باشد، آن وقت بغیر از این شکل یک شکل دیگر هم گذاشته میشد. من الان برای شما نشون میدم ان شاء الله. خب در اینجا نگاه کنید، این هم حرفی ها وقتی که نگاه کنید در مابین است و دو طرف وصل کرده شده است، به این شکل گذاشته شده است. در اینجا در بین نگاه کنید به چه شکل است، یعنی به این شکل است، اما در اینجا به این شکل است. دیدین؟ این هم حرفی ها، در اینجا این شکل، در اینجا این شکل. انشالله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.